listen, listen, listen and put it in your mind. شعر بودی شعر شیران بودی از وادی پنج پیران بودی دستر از شمشیر دشمنان بودی غمخوار ملت افغان بودی عامر صاحب براستی که شعر بودی اما حیف شد که رفتی به زودی زندگی در جنگ تر شد از جوانی سلام برات قهرمان ملی افغانی افسوس که دیگه در دنیا نیستی اما در قلب ما باقی ماندنی هستی کسی نیستی که از یاد ما بری کاش میشه دم تو ساد شام که نری شهید پر افتخار اسلامی در کل دنیا خدا کدی نامی عامر صاحب در مقام بهترینی کسی نیستم که برات به تو مافرینی یک گل زبا را اگه از بوتش بکنی پشمرده میشه و میموره او را چی کنی اما تو گل بودی وقتی که کنده شدی قدر پیدا کردی و خوب آدم شدی شعر بودی شعر شیران بودی از وادی پنج پیران بودی دستر از شمشیر دشمنان بودی غمخوار ملت افغان بودی همیشه در قلب ما می درخشی یا خدا یا عامر صاحب ببخشی کاش میشد که زنده باشی در آخرین منزل هدفایت بالاشی شب و روز تا تیر کردی در سختی از خاطر مردم میدیدی بدبختی وقت رفتی آخرین آرزوت نگفتی حیف رفتی هدر رفت مفکورت گفتی دقیقه وقت از افغانستان نبرامدی بودی پیروز چون خودت در جنگ میدرامدی هیچ وقت پشت دشمن سر تا نکدی تا که امرای زدن امرایشان زدی دقتی همی گپ دنیا را لرزاندی لحظه که کلای تحت از زمین ماندی گفتی اگه مقا جای باقی داشته باشی دفاع میکنی در افغانستان میباشی شعر بودی شعر شیران بودی از وادی پنج پیران بودی دستر از شمشیر دشمنان بودی غمخوار ملت افغان بودی افتخار از بطور شعر افغانی کسی به تو رسیده نمیتونه به آسانی پختا بسیار قایم در مسائل دینی در جنگ خطرناکتر از امپراتورای چینی چه گوارا جنگجوی چیریکی کوبایی که آخر قصانش تیرباران شد بایی اما مسعود از او کده شناخته شد نامی یک گپ اگر نمیفهمی دیال میفهمی داشتی یک خصلت خاص مردانگی میتونستی میل کنی مرغ کباب کدگی اما قطی برنجه و خود سیر میکدی سر شم اوکوب گفته میزدی لکسس نکو رو زر و موتره یاقی خانه لوکس لب بربرت میمان باقی نمیخواستی چون بودی مجاهد واقعی حق غیرت داشتی که جنگ میکدی تاقعی نیازی نبود تنها به جنگی چون کسایی را داشتی که در دل تک تکشان یک جای به خود کاشتی همراه راه راستت مجاهد طرفت کشاندی و بعد از رفتنت مارشال فهیم در جایت شاندی You get me my friend